وایس من این چیزا که برام باز کار میخوایم بریم با بیلد اومدیم سولو اومدیم. این چرا اومدم سولو؟ من رندوم اسکواد میرم چون دیگه یاد گرفتم به یارهای بی خود نباید اعتماد کرد. او به درد نمیخورم. آیه ستایی که گفتم تو چند تا ویدیو قبل گرفتم که صدا اینا صداش آنچنانی خوب نیست. البته زیادم پولمول ندارم ولی بدم نیست. ولی بعدش صدا اطراف رو میگم مثلا صدا مرغ از صبح داره میاد. نمیدونم تو آپارتمان کی مرغ نگه میداره. الان فکر کنم بیاد. صدا رو اصلا چیزا میکنه همه صدا هر چی بگی میده. مارکش هم اگه یه اتصالی بخواید به درد نمیخوره کلا. ولی من فهمیدم نورم داره. دارم یه کاب برایش زدم پلیستیشن نور داره. ولی خب من اینو گرفتم که به پلیستیشن راحت دستش فکر کنم محصول همین پلیستیشن هم هست. نمیدونم چه حاجی با بیلد من بدون بیلد هم هیچ فرقی نداره. هیچ چقدر بیشرفتی نمیکنم. اوه داداش من داداش زمین نیست اینجا. این بات داری داداش قفل کرده رو زمین. بگم اصلا اون زیر یکی بود. یکی هست او 7 تا به عشق CR7. حتی خواهد CR7 نیستم. مارک این هدست ها هم عجیب غریب و چینی نوشتم. ما هم جوش رو اینم نصفش چینی و نصفش انگلیسی. اسم خوبی نداشت. قبلی که گرفت که بکر باش قرار بود تسکو بود فکر همچین چیزی بود. حاجی اینو برمیداریم چون با بیلده برمیداریم. اگه زیرو بیلد بود به دردم نمیخواد. حاجی حتی الان نه مت دارم نه چیزی مت ولی به دردم بیا به عشق CR7 الان میکنیم 6 تا. بچه کیا طرفدار رانن کیا طرفدار مسی؟ و خودم حالا زیاد سعی میکنم تو این بحثا وارد نشم ولی خودم اگه به خودم باشه داداش برو دنبالش. برو تو میتونی بزنیش داداش تاج تو بده. من حتما تاج رو زیاد اهلش نیستم. یه شاه واقعی به تاج یازی نداره. ولی حالا دیگه برای اینکه دست تو رد نکنم برش دارم فقط این یه بار رو بتان از وقتی اومدم خیلی وین گرفتم. حتی با تاج فکر کنم کم بود. فکر کنم 3 تا گرفتم. بخوای دوینیم بیکاریم دیگه. حالا میبینیم کوشش آینا حاجی اسکینه رو من خیلی دوستش دارم. 3 تا رو دیدی درست گفتم و جایش تا لول 15 که اومده بودم هیچ چایی تو دارم. وقتی دوباره شروع کردم آقا اینو من فهم میخوام نشونتون بدم. وقتی آشغالی کلا در عرصابه حالا این شما ببینید هیچ چیز رو در داخلی بندازش فقط اینکه ببینید برشش اصلا. بعد وقتی اینو برنید اینو چون خیلی قرار استفاده کنم دیگه الان هدر شده. صدا تیر اومد. الان اینم میبینیم کارایشو. آیا میخواید با این کسی رو بکشم؟ میکشم. اولین نفری که ببینم رو میکشم شاید به یه شرط. از قدیم میگن شرطن شروع تا چی من دیگه الان دمیجی ندارم. باش من یه مدر بزنم شما درگیشید. بزن بکشش بزن. بزن نه خوب میزنی داشت. الان میام باش یه 30 ثانیه نزدیک خودم بکشم و تا یکی اولین نفر رو میکشم. داشت میبینی زندگی چه سخت شده. توی جا خالی نمیذاری بکشیمت که برمیدارم که تو یاد بگیر. بابا یعنی چی؟ این باتش رو قفل کن مرتیکا. یه بچه گریم 4 تا کیل گرفت. خوب بود آجی. خوب بود نه خوب بود. بچه ویدیو رو لایک کنید دیگه. من چند دنبال کننده دارم. نه بلش کن چند تا دنبال کنم. همین ویدیو قبل دیدم چند تا دارم دیگه. 500 و چند تا بود خورده ای بود.
میره بالاتر هستم میره چه ساعتم. بچه ها حتما تو کامنت ها سامه نویسید آیا فورتنایت برای شما هم وا میشه؟ آره دیگه وا میشه. ضد حال خوردم بچه بهش همین 4 تا کیل ویدیو رو لایک کنید. خستم از این خستگی. او فیسبوک هم پیام داد 6 نیو نوتیفیکیشن. اصلا اکانت من تو فیسبوک اکانت ندارم چجوری نوتیفیات. ای خدا حالی صدای کیبوردم بده. من کیبورد گرفتم یک خورده ای که صدای قشنگی داره تیکه دیگه. اینا اصلا الان موده. یکی آخه تو کانتای خیلی قبلش گفته این چه صداییه رو مخه یعنی این چیز گفته ای خدای خوبه. آن راستی موسم هم درست شد. هدست هم قرار شد موسم درست شد. یه نورش قرار شد ایمم چیز شده کنم نابود شده. حاجی تاج کی رو زمینه؟ من تاجم راستی تاجم افتاد راستی. تاج دیگه گفتم ما به تاج نباید داشته باشیم. یک دو سه همه بی خیال قصه. حالا آره کجا بریم؟ حاجی اینجا خیلی شلوغ میشه خیلی خطرناکه قطعا انمی های زیادی میان. یا شما رو بابا اهمیتی نداره فکرت باشه برو تو میگن در نزن. حاجی چقدر این گلایدر به این میاد تازه یه استایل هم گلایدر داره آتیشه باز اونم به استایل دوره این میاد. ایشی شاتگاهی که من بردارم شمشیرم بردارم بمیر بابا بشی سر جات و خودم اینجا چیز کنم اسش چیکار میکنن کاری میکنم. برای کل خواستم فقط بگم که من هستم شما هم باشید. باشه اینا رو بده من دمیج ندارم. باشه یارو خیلی بد کامبت داشت اومده بود این دم کامبت داشت ولی خب ایم نداشت دیگه احمق بودن من میکش اصلا من الان ببین من با کامبت چجوری یارو رو میکشم. نه دیگه الان نمیکشم الان چون نمیبینمش. داداش فرار کن به سوی بیکران. بابا برو ولش کن اصلا هم هیل میده نه ولش کن. حاجی صدا مرغ دهنه منو گاهی باز میکنه یه چیزایی بگم ولی نه حواسم هست تو ویدیو. خیلی وقت ویدیو نگفتم یهو فوش میدم نمیدونم چرا تو ویدیو قبلی فوش اصلا نیست خودی. اگه من فوش دارم دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید. من آدم با ادبیم. از قدیم گفتن ادب مرد به دولت اوست. ای آدم خوب ویدیو رو لایک کن چنل رو دنبال کن. حاجی من شمشیر دارم حاجی علامت سوالا همیشه تا رفتم سراغشون مردم. خب بابا ولم کن میفهمی؟ چیش تا تو گذارم همیشه هم میشه آخه ای کن دیگه. باشه الان چیه من نمیفهم.
روش چقدر دمیج داره؟ این هم من بیشتر دمیج داره. هیچ شاخی الان از سالا من نمیفهم چیه. آخو این نمیزده دمیجش. شاید تو چلنج هنه، من آدم خنگی هست. خنگ نیستم آقای اسکان تو چلنج ها. وقتی این علامت سواله یوش بگم میخواد گان بهم بده، بعد میرم میخورد تو ذوقم. برم کن. هه دیگه شید نداری. داداش یه دونه از میس ندم. داداش یه دونه هم میس نمیدم. هه بمیر نوب سگ. سگ نوب. چی دارم میگم من؟ داشتیم کی بهتر شمشیر میزنه؟ من یا تو؟ تو یا من و تو. داشت کمپری میدونی چیه؟ حرکت بسیار زشتیه که گاهی لازمه یه پیروزیه. خب دعوا شد. دوستان وقتی دعوا میشه شما یه دونه از اینا میزنید که همینجاست. که اگه بمیرم فوش میدم. دور شد. برو دعوا تو برو. حاجی کامبت موند. نمیدونم کمپری دارم میرم آقا چیزی ندارم. حالا برم خب منو میخوره. جدی میخوره، نه این که بخوام چیز بفرمایم. الان برم تو حلقش منو قورتم میده. باید برم یه جای دیگه آجی. اینجا الان اصلا نمیتونم بایستم. کامبت هم اعتمادی بهش سیاره یه جوری اومد. اما آجی کارمون ساخته است. بابا چتونه شما؟ ولم کنید. اینو خواهم میرم سراغش. اصلا ندیدمش حاجی. دوش بگیر ببند والتو. منم بودم اینجوری بگیر داشت اینجا رو هم باید ببندی بدی بعد اینجوری بازش کنی بعد من بزنمت. آموزش بیلت حالا بهت میدم حالا مونده. حاجی الان آخه قاطی کردم یکیشون خیلی بد زد. دمیج نمیشم اصلا هنگ کردم. الان دوباره برمیگردیم به فام پلی دادن. همون اسکل بازی که انجام میدم. خیلی بد بود. یه سایه فشار رو بود. الان دوباره برمیگردیم فوش میمیریم دیگه. دوباره 4 تا کیلو گرفتیم. دوباره میریم الان دوباره از این ور با میکنی میای تو یه دید میزنی میری بالا. بچه یه سوال اسکنای دیگه هم من میخوام بذارم. ترسم آفارات گیر بده. گیر میدم از نظر تو بده فوقش. آخه یه بار گیر داد یادا. یه بار خیلی هر چیزی نبود از اون موقع دیگه گفتم بابا ولش کن اینا اسکال. هر کاری کنی یه چیزی میگه. حالا میذاریم دیگه از سریع بعد اونقدر حالا اسکین چیزی نمیذارم. یه بار آخه اسکین اوکی بود. یه بار سر کنسرت آریانا گرانده گیر داد. اون خیلی ناراحتم کرد چون واقعا هم میذاشتن هیچی نمیگفتشون.
من گذاشتم اون مرتی که بود شد همون روز اول به ما گیر داد. داشت بودو باید بهتر بوده. میگیر چی میگم حاجی؟ من این فکر کنم زیرو بیلد یه شیلد اضافه دارم نمیدونم چرا که خودش هم پر میشه ولی اینطور نیست. کامبت بهتره یا این؟ زود تصمیم بگیرید بچه ها. کامبت تا الان که ما رو ناامید نکرده و اینکه نرف هست ولی اوکی یا آجی به نظر من میشه باشه کاری که زمی هم آخه برمیداشت. ها ویدیو رو لایک کنید بچه ها. شرط بود اگه تو با این شما دارید از دو طرف منو مورد هدایت خودتو قرار میدید. منم میدونید که اصلا مسئول درست حسابی ندارم. الان میزنم میمیرم. بابا دو طرف بابا جفتتون نوب سگید. مرتیکای احمق بازو بازی کنیم دیگه. نگاه کن کارتون رو. 6 و 4 10 تا 2 مچ رفت. 10 شد دیگه. 2 مچ رفتم. نمیدونم دارم چی کار میکنم بچه. جدی نمیدونم دارم مخم منفجر میشه. فشار رو منه. چرا نمیفهمی؟ نفهم بوته بشه نوب سگ. اومدی با بیل تو بوته میشه. همین پلیرهای فورتنایت ریخته دیگه آجی. میدونی دارن چی کار میکنن؟ پلیرهای فورتنایت قشنگ همینه. الان 200,000 نفر با بیلدن، 100,000 نفر زیرو بیلد. یعنی کلا الان در همین الان 500,000 نفر کلا شاید فورتنایت بازی. شاید تو ساعت اوجش 1 میلیون 2 میلیون دیگه بیشتر نمیشه. 1 میلیون گیمی که 1 میلیون داره میشه دیگه اصلا ولش کن. و خیلی داره افریقای فورتنایت من دقتی هم با اینکه بدم نیست ولی داره افریقای داشتم شوخی کنم ولی واقعا داره این بازی افریقا و از من باید یه کاری کنم. و دیگه اگر ویدیو خوشت اومد لایک کن، چنل رو دنبال کن، ویدیو قبلی و بعدی رو دست داده و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.